سلام میترا جان، خوبی؟ میتونم چند تا سوال ازتون بپرسم؟ سلام، خواهش میکنم. بله، حتما در خدمتون هستم. میخواستم در مورد بیمارستان‌های آلمان ازتون سوال بپرسم. توی درسته. آلمان دو تا اصطلاح کلینیک و بیمارستان وجود داره. امکانش هست در مورد تفاوت اینها بهم بگین؟ بله عزیزم، حتما توی آلمان دو تا اصطلاح بیمارستان و کلینیک وجود داره که این دوتا گاهن به جای همدیگه حتی استفاده میشن. هر دوتایشون تسهیلات مشابهی رو برای از نظر در واقع تشخیص و درمان و مراقبت بیمار ارائه میدن، اما با یه سری تفاوت‌های خاص. بیمارستان که مثل بیمارستان‌های ایران شامل تخصص‌های بسیار مختلف پزشکی هستش و تسهیلات مختلف تشخیص و درمان و مراقبت بیمار رو در اونجا انجام میشه. بعد یه سری بیمارستان‌های کوچیک‌تر هست، فقط مراقبت‌های اولیه اونجا انجام میشه، شبیه تقریبا درمانگاه‌های خودمون میمونه. و همینطور بیمارستان‌های دانشگاهی هستش که این بیمارستان‌های دانشگاهی معمولا شامل بخش‌های تحقیقاتی هم هستن. اما کلینیک ممکنه که یک قسمتی از یک بیمارستان باشه یا اینکه خودش یک مرکز کاملا جداگونه و مستقل باشه، ولی تفاوتش با بیمارستان اینه که معمولا فقط یک تخصص پزشکی در اونجا انجام میشه که از درست مثل بیمارستان تمام خدمات تشخیص و درمان و مراقبت بیمار اونجا انجام میشه، مثل کلینیک زنان، نورولوژی، روانپزشکی، چشم پزشکی و الی آخر. چقدر عالی، مرسی از توضیحاتتون. یه سوال دیگه داشتم، آیا توی آلمان هم مثل ایران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی داریم؟ بله عزیزم، توی آلمان هم بیمارستان‌های دولتی و خصوصی داریم، ولی یه سری تفاوت‌هایی با هم دیگه دارن. یکی از این تفاوت‌ها در مورد سیستم ساپورت و مالی بیمارستان، مثلا بیمارستان‌های دولتی توسط مقامات ایالتی یا محلی مثل شهرستان‌های اون قسمت در واقع مدیریت مالی میشه. بخش عمده در واقع بودجه خودشون رو از منابع عمومی مثل کمک‌های بیمه سلامت و یا یارانه‌های دولتی دریافت می‌کنن. اما بیمارستان‌های خصوصی معمولا توسط شرکت‌ها، بنیادها یا حتی افراد خصوصی مدیریت میشه و بخش عمده بودجهشون رو از درآمد حاصل از مراقبت بیماران و همینطور شرکت‌های بیمه خصوصی دریافت میکنن و تامین میکنن. ممنونم. و من باز هم یه سوال دیگه داشتم، اینکه چه افرادی بیمارستان دولتی میرن و چه افرادی به بیمارستان خصوصی دسترسی دارن؟ در واقع بیمارستان دولتی برای همه افراد آزاد هست و پذیرای تمام افراد هست بدون در نظر گرفتن نوع بیمه. اما بیمارستان‌های خصوصی شامل تعداد محدودی از بیمه‌های درمانی خصوصی هستند که افرادی که این بیمه‌ها رو دارن میتونن اونجا برن. البته افرادی هم که این بیمه‌ها رو ندارن میتونن اونجا برن، اما باید پول بیشتری رو پرداخت بکنن. اینکه در واقع فرد کدوم بیمارستان رو بره و کدوم رو انتخاب بکنه به ترجیح خود فرد بستگی داره، نوع بیمه‌ای که داره و همینطور معمولا نوع مراقبتی که میخواد ازش انجام بشه بستگی داره. و یه سوال خیلی مهم دیگه داشتم و اونم اینه که کیفیت کدوم یک از بیمارستان‌ها بهتر هستش؟ خیلی سوال خوبی پرسیدیم. باید بهتون بگم که هیچ گونه تفاوتی بین خدمات مراقبتی و کیفیتی در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود نداره. تمام استانداردهای کیفیتی توسط مقامات نظارتی دولتی مثل خدمات پزشکی، بیمه سلامت کنترل و نظارت میشه. و آخرین سوالی که ازتون داشتم این هستش که پرسنلی که توی این بیمارستان‌ها کار میکنند آیا تفاوت حقوقی دارن یا نه؟ بسیار سوال بجا و خوبی پرسیدی عزیزم. و اینکه هیچ گونه تفاوت حقوقی برای پرستارانی که تو هر کدوم از این بیمارستان‌ها کار میکنن وجود نداره و همه چی یکسان هستش. ممنون که وقتتون رو به ما دادید. خواهش میکنم. خدافظ.